الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، نمازگزاران محترم، مهمانان خانه پروردگار جل و علا، پیش از همه خداوند جل و علا را شکر، حمد و سپاس و ستایش زیاد میگیم برای همه نعمتهای زیبا و مفید و با برکتش. و در این لحظه های اجابت دعا از خداوند جل و علا طلب و امیدواریم و دعا میکنیم که خداوند جل و علا همه عبادت های ما و شما را قبول گرداند. امروز و تمام روز ما و شما را مبارک و با برکت گرداند. تمام عبادت های ما را قبول بفرماید. پروردگار و گذشتگان همه ما را رحمت و مغفرت، قبرهای آنها را با نور قرآن منور و روحهای آنها را از ما شاد بدار. پروردگار و قلبهای ما، زندگی ما، فرزندان ما و امت اسلامی را با نور قرآن زیبا و مبارک و با برکت بگردان. پروردگار آن جوان مردانی که سهم دارند و سهم میگذارند و هفته گذشته سهم گذاشتند برای پیشرفت و پیشروی این مسجد و این مرکز، پروردگار در عمر و کسب و کار و فرزندانشان برکتت را همیشگی بگردان. از تمام آفتها در پناه اسمت خویشت نگهبان باش. این بندگانت که به خاطر رضایت تو در این گرما به خانه‌ات آمدند، پروردگار به همه ما راضی خودت و سعادتمندی دنیا و آخرت نصیب بفرما. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران عزیزم، نمازگزاران محترم، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد و سپاس و ستایش زیاد میگوییم که به ما و شما عمر داد، وقت داد تا توانیم در این هفته و در این روز جمعه و در این ساعتهای اجابت دعا یک جا باشیم، دست جمعی عبادت کنیم. خداوند جل و علا را برای همه نعمتهای زیبا و مفید و با برکتش شکر و سپاس و حمد و ستایش به حد میگوییم. برادران گرامی، در فضیلت بزرگی این روز آمده است که وقتی روز جمعه می شود و لحظه های نماز جمعه نزدیک می شود، در هر یک مسجد ملائکه های موظف می شوند و در درآمدگاه های مسجد می ایستند و هر یک انسان هایی که اول آمدند نام های آنها را قید می کنند. در حدیث صحیح آمده است که ملائکه ها در پیش درها می ایستند و انسان هایی که پیش از قید می کنند، هر یک یکم آمد و بعد آمد و بعد آمد، نام همه این آدم هایی که آمدند در نامه اعمال قید می کنند، انسان هایی که برای آنها رحمت و برکت و مغفرت گفته می شود، تا لحظه هایی که امام بالای منبر برآید و خطبه شروع شود. پس خوشا به حال آنانی که پیش از امام آمدند، برای رضایت پروردگار جل و علا آمدند به خانه‌اش. پس پروردگار جل و علا برای همه نعمت های زیبا و مفید و با برکتش شکرگزاری و سپاسگزاری میکنیم. برادران گرامی، چنانکه که ما و شما میدانیم، نعمت ها تنها با شکرگزاری و سپاسگزاری با برکت و مفید و منفعتناک میشه. پس هر لحظه و هر دقیقه و هر وقت و تمام عمر خود را غنیمت بشمارید و آن را منفعتناک استفاده برید تا که خداوند جل و علا در عمر و کسب و کار و فرزندانمان و دینمان ما و شما را برکت دهد. برادران گرامی، موضوع ما امروز تصمیم گرفتیم که در باب اندیشه های افراطی و عاقبت های آن با شما صحبتی داشته باشیم. خیلی که به همگان معلوم است، هر عمل نیک و بد انسان در مرحله های اول در ذهن انسان تشکل یافته، ثانیاً در عمل تطبیق می‌گردد. مادامی که انسان اندیشه نکرده سخن میگوید، عمل صادر میکند، یعنی آینده سخن و عمل صادر کرده خود را فکر نمیکند، حتما پاداش عمل خود را میگیرد. سخنان نیک
و یا عملی نیک باشد پاداشی نیک میگیرد انسان. سخنی بد و یا عملی زشت باشد حتما پاداش آن بد است. برادران، بنابراین هر یکی ما پیش از سخن گفتن و ابراز اندیشه نمودن به این یا آن مسئله های دینی، سیاسی، فرهنگی حتما اندیشه کنیم، عاقبت های آن را فکر کنیم و بعدا عمل نماییم. پیامبر محبوبمون در حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که فرمود: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر یکی از شما که ایمان به پروردگار جل و علا دارد و بر روز آخرت ایمان دارد، اگر سخن میگوید یا سخن نیک بگوید، یک نصیحتی کند، راهنمایی کند، به خیر بگوید، او لیصمت یا اینکه ساکت بایستد. ما در سوره قاف میخوانیم که خداوند جل و علا میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. صدق الله العظیم. هیچ کلمات و هیچ جمله های از زبان انسان نمی براید مگر اینکه ملائکه های موظف انسان آنها را قید میکنند. یعنی انسان باید در هر یک گفتش اندیشه داشته باشه، فکر کند که به منفعت خویش هست، به منفعت دینش هست، به منفعت دنیایش هست، به منفعت آخرتش هست یا اینکه نیست. اگر به منفعت خودش و به منفعت دنیا و آخرتش هست، پس باید بگوید، نصیحت کند، راهنمایی کند. و اگر به منفعت خودش نیست، به منفعت دینش نیست، به منفعت دنیایش نیست، به منفعت آخرتش نیست، یک سخنی که در آن بیهودگویی هست، حقارت است، لهوگویی است، فتنه هست، یک سخنی که اساس ندارد، پس انسان نباید سخن گوید. و در حدیثی که در ترمذی آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: من صامت نجا. هر کسی که از سخنهای بد، از زشتی ها، از غیبت ها، از بدگویی ها، از بیهودگویی ها اگر ساکت بایستد، نجا، در این دنیا و آخرت نجات یافته است. هر کسی که از سخنهای بیهوده ساکت بایستد، در حقیقت در این دنیا و آخرت نجات یافته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم طرف ابوذر گفتند: یا ابوذر الا ادلك على خصلتين هما اخف على الظهر واثقل في الميزان من غيرهما. پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوذر را نصیحت کردند و گفتند: ای ابوذر، آیا تو را به دو خصلتی، به دو عملی دلالت نکنم که آنها در ظاهر و در عمل بسیار سبک و آسانند و اثقل فی المیزان، و وزنینتر از این عملها نزد پروردگار و در ترازوی نامه اعمال نیک دیگر از اینها وزنینتر و نجات دهنده تر دیگر نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوذر را میگوید و در برابر اون تمام امت را، تمام انسانیت را، همه ما و شما را پیامبر محبوبمون دلالت میکند و نصیحت میکند. میگوید دو خصلتی را نگویم که در ظاهر و در عمل بسیار آسانند، ولی در ترازوی نامه اعمال نیک در روز قیامت بسیار وزنینند و نجات دهندند برای انسان. قال بله یا رسول الله. ابوذر گفت: بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اولین خصلتی که انسان رو نجات میدهد طول الصمت، ساکت بودن، خاموش ایستادن از بدگویی ها، از بیهودگویی ها، از غیبتگویی ها، از بهتان ها، از تهمت ها و هر بدی هایی که از زبان انسان میبرد. طول الصمت، درازی خاموشی، یعنی خاموشی که در آن اجر و پاداش است. اگر یک نصیحتی میدونی، اگر یک حدیثی میدونی، اگر راهنمایی کرده میتونی یک انسان را به کاری نیک، به راه نیک، پس نصیحت کن. اگر نمیدونی، همین ساکت هم بیستی تو را نجات میده. در یک محفلی هستی که همه غیبت دارند، اگر تو پیوست نشدی و در همون جا ساکت ایستادی، تو نجات یافتی و دیگران را از غیبت و از بهتان و از پشت یکدیگر صحبت کردن و از سخنهای بیهوده گفتن دیگرها رو منع کنی و باز نور علی نور میشه.
دویم خصلتی که انسان را به جنت میبرد و نجات میدهد حسن الخلق، اخلاق حمیده داشتن، مفید بودن، منفعتناک بودن برای همه. حدیثی که از ابو موسی رضی الله عنه روایت است، پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدند یا رسول الله ای الاسلام افضل، اسلامی چه کسی افضل تر است، بهتر است، کامل تر است؟ قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من سلم المسلمون من لسانه و یده، اسلامی انسانی کامل است که از زبان و دست او هیچ انسانی، هیچ مسلمانی، هیچ انسانی ضرر و آزار نیابد. در حقیقت زخم‌هایی که بر جسم انسان میرسد دوا می شود، تبابت می شود، اما زخم‌های زبان وزین‌تر از زخم‌های جسمی هستند. باید زبانمان را تنها بر حق، برای عدل، برای انصاف، برای حق، برای راه راست هدایت نمودن باید بکشاییم، برای نصیحت کردن بکشاییم. در حدیثی گفتیم پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که طول الصمت و حسن الخلق. دو خصلتی که انسان را نجات میدهد، در عمل بسیار سبوک و در ترازوی نامه اعمال نیک انسان نجات دهنده است. پس خاموش ایستادن از گفتنی های بد و اخلاقی نکو. والذی نفسی بیده ما عمل الخلائق بمثلهما، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که سوگند به ذاتی که جان من در دست اوست، یعنی سوگند به پروردگار جل و علا، فرزند انسان از این دو عمل بهتر دیگر ندارد. هیچ انسانی از این دو عمل بهتر دیگر نمی‌یابد. متاسفانه بعضی انسان ها چنان خصلت دارند که اگر در موضوع دینی صحبت شد در جای فکر اندیشه خودش رو بیان میکنند. یک بار قاضی میشود و عالم میشود و مفتی میشود، در حالی که نه علم دارد نه اساسیات دینی رو میداند. پس برای انسان این ضرر دارد، برای دین انسان، برای دنیای انسان، برای آخرت انسان این ضرر دارد. یک انسانی رو میبینید که هیچ فهم و تصوراتی از سیاست ندارد، از فرهنگ ندارد، از طب ندارد، اما وقتی صحبت از طب شد، از سیاست شد، پیش از همون گفتن میگیرد. هر چیزی که در خیالش آمد و در فکرش آمد گفتن میگیرد. خداوند جل و علا در سوره قاف میگوید که هر چیزی که از زبان شما میبراید قید میشود. هر چیزی که از زبان شما میبراید اون جوابگری دارد نزد خداوند جل و علا. در پس منظر این گفته ها و نام موضوع امروزه اندیشه های افراطی و عاقبت آن، میخواهم یک مسئله داغ روز که سبب گمراهی و بدنامی تشکیلات های تروریستی اکستریمیستی افتیدن برخی از جوانان ناآگاه گردیده است، مسئله کورکورانه به این یا آن تبلیغ پوچ و به اساس مبلغین تشکیلات تروریستی دولت اسلامی سلفیه و تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلام گروه 24 و امثال آنها مایل گردیده آن را مبلغ گذاری می نمایند. شما آگاه سازیم، زیرا آگاه ساختن شما وظیفه ما، اما آگاه ساختن فرزندان و پیوندان مسئولیت ایمانی هر یکی ما و شما است. پس پیامبر محبوب من صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر شما یک حدیثی را شنیدید، اگر یک سخن نیکی را شنیدید، پس حتما آن را برسانید. یعنی همه گفته ها امانتند. اگر نصیحت خوبی از پیامبر صلی الله علیه و سلم، از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدید در روزهای جمعه یا در دیگر محفل های خوب، حتما آن را به فرزندان و خانواده خود برسانید. خداوند تبارک و تعالی در آیت 55 سوره ذاریات می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. صدق الله العظیم. و پند هر آینه پند دادن مؤمنان را سود میبخشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با تمام صحابگان بودند، اما آیت نازل شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مؤمنان پند بده،
باز یک بار دیگر بالای آنها بگو، چیزهایی که میدانند باز تکرار که باز بگو، که تا اینکه در ایمانشان و در دینشان کامل و موفق باشند.